باینری آپشن یکی از بحث برانگیزترین بازارهای دنیاست. یه سریا میگن این بازار قمار محضه، اما یک سریا میگن میشه ازش درآمد جدی داشت. اما واقعیت کدومه؟ چرا یک سریا توی چند روز حسابشون صفر میشه ولی یک سریا سالهاست ازش درآمد دارن؟ اگه میخوای بدونی باینری آپشن چیه و چطور میشه ازش درآمد داشت، این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره تصویر واقعی این بازار رو بهت نشون بدم. سلام دوست من حافظ پیروی هستم، فارغ التحصیل دکترای داروسازی. 5 سال تو بازار باینری آپشن فعالیت دارم و قراره تو این چنل تجربه هام و آموزشایی که دیدم و باهات به اشتراک میذارم. باینری آپشن چیه؟ باینری آپشن تو ساده ترین تعریف یعنی پیش بینی جهت حرکت قیمت توی یک زمان مشخص. شما یک دارایی رو انتخاب میکنید، برای مثال یورو USD، طلا، بیت کوین یا هر دارایی دیگه‌ای که توی بازارهای جهانی موجوده و شما پیش بینی میکنید که توی یک زمان مشخص قیمت به سمت بالا حرکت میکنه یا به سمت پایین. اگر درست تشخیص بدید سودتون رو میگیرید و اگر درست تشخیص ندید ضرر میکنید. به همین دلیل بهش میگن باینری، یعنی فقط دو تا حالت وجود داره، بالا پایین. دیگه توی اینجا اندازه حرکت قیمت و درصد تغییر قیمت هیچ اهمیتی نداره، فقط جهت حرکت قیمتی که اهمیت داره. با یه مثال بیشتر بهتون توضیح میدم. الان فرض کنید این چارت یورو USD و قیمت توی این نقطه قرار داره. شما باید تشخیص بدید که قیمت طی مدت زمان مشخصی که تعیین میکنید بالاتر میره یا پایینتر. برای مثال من اینجا بالا رو زدم. ببینیم که طی 3 دقیقه‌ای که من مشخص کردم قیمت میره بالاتر یا میاد پایینتر. اگر توی 3 دقیقه‌ای که من معامله باز کردم قیمت بالاتر بود، 85% پولم رو سود میکنم. اما اگر پایینتر بود معامله‌ام ضرر میشه و پول از دست میره. باینری آپشن همینقدر ساده است. اما چیزی که اکثر افراد بهش توجه نمیکنن اینه که این ساده بودن به این معنی نیست که سود گرفتن هم ازش ساده است. اینطوری بهتون بگم که اگر یک سری اصول ساده رو بلد نباشید سود گرفتن توش سخته، اما این اصول ساده رو یاد بگیرید سود گرفتن توش بسیار ساده و جذابه. برای مثال رو حساب واقعی خودم من این $50 رو وارد شدم و بالا رو زدم. الان $42.5 سود گرفتم توی 3 دقیقه، چون جهت حرکت قیمت رو درست پیش‌بینی کردم و وقتی زدم بالا قیمت بالاتر از اون چیزی که گفتم رفت توی این 3 دقیقه و 85% پولی که وارد کردم اون سود کردم. اما چرا بعضی از افراد توی بازار باینری آپشن شکست می‌خورن و اون حلقه گم شده کجاست؟ مشکل بازار باینری آپشن خودش نیست، مشکل اون ذهنیتیه که افراد باهاش وارد بازار میشن. اولین ذهنیت اشتباه اینه که بدون آموزش وارد این بازار میشن. خیلی‌ها فکر میکنن که با یکی دوتا ویدیو یوتیوب دیدن قراره حرفه‌ای بشن و کار تموم بشه، یا با یک سری اطلاعات پراکنده که از چند جا کسب میکنن فکر میکنن دیگه حرفه‌ای شدن و باید شروع کنن معاملات خودشون رو. اما یک آموزش دسته‌بندی شده منظم مشخص جذابه که شما رو به سود میرسونه و اون آموزش رو کامل میکنه برای شما. اشتباه دوم مدیریت سرمایه اشتباهه. خیلی از افراد با حجم خیلی بالا وارد میشن، منتظر سود یک شبن، منتظر پولدار شدن یک شبن، که این کاملا اشتباهه. و اما اشتباه سوم معامله احساسی. خیلی از افراد وقتی ضرر میکنن سریع میخوان معامله بعدیشون رو بزنن و اون ضرر رو جبران کنن، یا اینکه یه سود میگیرن و میگن خب چقدر ساده بود، چقدر راحت بود، دوباره وارد بشین. این معاملات احساسی و کنترل نداشتن روی خودتون یکی از اشتباهات مهلکیه که یک سری از تریدرها انجام میدن. تفاوت یک تریدر و قمارباز توی چیه؟ قمارباز دنبال هیجانه، اما یک تریدر واقعی دنبال احتمال و سیستمه. یک تریدر واقعی قبل از ورود به معامله چند تا مورد رو بررسی میکنه: یک، ساختار بازار، 2، جهت بازار، 3، سطح‌های مهم و 4، تایید ورود. یعنی معامله طی یک چارچوب و یک سیستم مشخصی صورت میگیره، یک چیز از قبل برنامه‌ریزی شده، نه صرفاً حدس و اون احساسی که نسبت به اون چارت داره توی اون لحظه. الان من این معامله که انجام دادم ببینید توی این نقطه بود، الان چقدر قیمت به جهت بالا حرکت کرد. چیزی که من بررسی کردم این بود که اینجاها یک سطح مهمی داشتم و از اون طرف یک تاییدیه ورودی به من داد طی این ساختار کندل هایی که تشکیل شد. این چیزیه که مهمه، این چیزیه که من قبل از این ویدیو بررسی کردم. من میتونستم الان بهتون بگم به راحتی الان دیگه عادت کردم زدم و به سادگی سودمو گرفتم، اما اینطوری نیست. من قبل از اینکه این معامله رو باز کنم توی این ویدیو بررسی کردم و اون سطح رو تشخیص دادم و منتظر بودم برای رسیدن به اون سطح و تاییدی که به من بده. یعنی واقعا میشه که توی باینری آپشن سود مستمر داشت، بله، اما نه به صورتی که خیلی از افراد فکر میکنن. تریدرهای موفق چند تا ویژگی دارن. 1. استراتژی مشخص دارن، از قبل برنامه ریزی کردن که طی این تاییدیه ورود، این سطح مهم، این روند بازار
اینجور معامله ای رو باز میکنن. یعنی یک پلن مکتوب مشخص، تریداشون رو دست اون احساساتی که توی لحظه بهشون دست میده نمیسپارن و یک برنامه مشخصی براش دارن. 2، مدیریت سرمایه دارن، یعنی میدونن چند تا معامله باید بکنن، چند تا معامله ضرر اگر کردن دیگه معامله نکنن، با چه حجمی وارد بشن، چه پولی رو وارد این بازار بکنن و اگر برای مثال 2 تا 3 تا سود کردن آیا ادامه بدن، آیا حجمشون رو بیشتر بکنن، آیا کمتر بکنن و این چیزیه که از قبل روش برنامه‌ریزی دارن. 3، صبر دارن. صبر مهمترین ویژگی این بازاره. یعنی شما اگر خواسته باشید سریع و یک شبه پولدار بشید و یا معاملات پشت سر هم و تون باز بکنید، مطمئن باشید ضرر میکنید. و 4، اینکه بیش از حد معامله نمیکنن، یعنی زمان زیادی رو نمیشینن و هر لحظه معاملات مختلفی رو باز بکنن. اونا منتظر موقعیت جذاب و مناسب خودشونن. بازار به کسایی پاداش میده که منظم و سیستماتیک باشن. اما مسیر درست شروع باینری آپشن چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ اگه بخوام این مسیر رو خلاصه کنم، یک آموزشیه توی این قالب که یک، ساختار بازار رو یاد بگیریم، اصلا بدونیم این بازار چیه، این کندل ها چیه، ذات این بازار چیه، روند چیه، حرکت چیه، سطح مهم و غیر مهم چیه. مرحله دوم یادگیری تحلیله، این که بدونیم کدوم اندیکاتور، کدوم کندل یا کدوم سطح برای ما تاییدیه وروده، چه چیزی رو باید ببینیم که تحلیل بکنیم که بدونیم این سطح مهمه که وارد معامله بشیم. آیا بالا رو بزنیم یا پایین رو بزنیم، بای بزنیم یا سل بزنیم، توی چه زمانی تعیین کنیم، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه. مرحله سوم تمرین توی حساب دموه، یعنی شما باید چیزی که تا الان یاد گرفتین رو، اون تحلیل و اون ساختار بازار رو پیاده سازی بکنید و تست بکنید. این کار با حساب دمو و پولی که واقعی نیست انجام میشه. شما میان با پول غیر واقعی یه مدت 1 ماه 2 ماه تست میکنین معاملاتتون رو و تحلیلتون رو و کلی چیزی یاد میگیرین، میدونین چه روزهایی، چه نمادهایی و چه صدهایی و چه چیزهایی برای شما باید مهم باشه. و 4م که تو دل همین تمرین توی حساب دمو هست، اینه که یک سیستم معاملاتی برای خودتون بسازید. یعنی برای خودتون مکتوب بنویسید که در صورت تایید اول، تایید دوم، تایید سوم، تایید 4می که من گرفتم وارد معامله میشم. این 3 تا تایید، این 4 تا تایید رو برای مثال باید بگیرم تا وارد معامله بشم. و مرحله 5 مدیریت سرمایه و رشد حسابه. یعنی شما باید بعد از همه اینها بدونید که با چه حجمی میخواین وارد بشید. وقتی $50 $100 وارد این بازار میکنید، توی اولین معامله $50 رو وارد معامله نمیکنید. شما باید بدونید که چند درصد از پولتون رو توی هر معامله بگذارید، در صورت سود شدن چیکار کنید، در صورت ضرر شدن چیکار کنید و تا چه حد مجازین ضرر کنید و تا چه حد مجازین پولتون رو وارد هر معامله بکنید. اما مشکل بیشتر مردم اینه که یه راست میرن سراغ مرحله آخر، یعنی وارد معامله بشن و سود بکنن و رو حسابشون رو رشد بدن، در صورتی که تمام این مراحل باید طی بشه. اما جمع‌بندی کنم براتون، باینری آپشن معجزه نیست و قمار مطلق هم نیست. این یک ابزار مالیه، یک ابزاریه که میتونه شما رو به درآمد برسونه. اگر بدون دانش وارد بشید قطعاً ضرر میکنید. اما اگر آموزش درست ببینید و تحلیل بکنید، میتونه به یک مهارت درآمدزا براتون تبدیل بشه. یک مهارت درآمدزای ساده و جذاب. من تو این کانال قرار راجع به باینری آپشن و بقیه بازارهای مالی کم کم راجع به اشتباهات رایجشون، روش‌های تحلیلی که میتونیم استفاده بکنیم، تجربیات خودم و نکات مثبت و منفی بازارها باهاتون صحبت بکنم. اگر به این حوزه علاقه دارید، ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید.